خیلی دوست دارم بگم ایده احمقانه کت با کی بود، ولی خب چون با خودم بود نمیخوام بهش اشاره کنم. بچه‌ها این دوتا خیلی همدیگر رو دوست دارن. ولی خدا وکیلی قرار نبود چیز بپوشه، کت بپوشه. سلام علیکم. سلام طول ادب با این وضعیت مورد گرم. چقدر حالت متشخص داری؟ نیست بود. من سختمه. نبودم نگرال بش. نه بودی. امروز خیلی متشخص تر کنم. آره. اصلا امروز خیلی قرار راه بریم. 1 2 3 4 5 پنجمین مقصد که تو خدا انقدر مقصدا رو زیاد نکنید. آخه خیلی خوش آمدید. این شاید آخرین تصویر ما از جهان نما باشه. تور آخر جهان نما رو داشته باشم. جهان نما خدا حافظ جهان نما. اینجا جهان نما بود که داره بسته میشه. فصل 4 جهان نما تمام شد، وارد فصل 5. این چیه الان؟ کدوم؟ اینی که دسته این نوشته های بچه های جهان نما. فصل چنده؟ سات و کولرم بستم برای فصل 5 که بریم سفر رو شروع کنیم دیگه. بریم. گل طبیعت. اینجا بهار خیلی قشنگه. الان مگه بهار نیست؟ نه هنوز شهر نیومده، من سال دیرتر دارم. میشه یه لحظه بگید پلنمون چیه های عملی؟ میریم پلن پیدا میشه. مسیر رسیدن به خدا بسیار است. باغ کتاب از آب و آتش میگذره. بریم دوری بزنیم صفا کنیم. حالا آخرش هم این نگاهی به کتاب ها میدیم. آره بابا کتاب بهونه است بچه‌ها. من گفتم آفتاب تیزش هست. سلام بچه‌ها، به دوربین ما گیر زدن. ما همینجوری ادامه میدیم. حالا بعضی جاها ما با گوشیم، بعضی جاها با گوپرو. ببینیم چی میشه دیگه. اینم پر طبیعت. اونم سیاره. سید سلام. سید سلام. آره. میگی الان کجاییم؟ الان پل طبیعتیم، قبلش آب و آتش بودیم، پل طبیعت، طالقانی، بعدش باغ موزه. الان کجاییم؟ اینجا پارک آیت الله طالقانی نه؟ پارک جنگلی طالقانی. آها. خب خیلی اینجا چقدر پله داریم. الان باغ موزه ایم، بعدش میریم از طالقانی داریم. از طالقانی داریم میریم باغ موزه. بعدش هم تا نگرفتن خدافظ. آره. بعدش ما بریم باغ کتاب دیگه. فکر کنم شما ندیدید. داریم میریم باغ کتاب. چی بگم؟ از اونطوری که داشتم میرفتم میگرفتیم. اون حسش بیشتر بود. خوبه همینجوری خوبه. اینجوری ریالیتیه. باغ کتاب. ساعت نزدیک 12. نمایش کتاب، باغ کتاب. این یه تیکه رو اختصاص دادم به کودکان میناب. تصویری که انتخاب کردم خیلی خوبه. چشمایی که قرار بود کلی کشف کنن، کلی ببینن و همون توی کودکی اول این راه زندگی خاموش شده. به خودم فکر میکنم که این مسیر رو از تا اینجا آمدم، از کودکی نوجوانی چیزایی دیدم، چیزایی کشف کردم، ولی اینا تموم شده. خیلی آدم دلش میسوزه، عمیقا میسوزه. لالایی قشنگه گذاشته. خیلی موسیقیش قشنگه.
انتخاب خوبی بوده. خب ببند چی میگی؟ آره خیلی گیر میدن مثل فیلم توی داشتم بلاک دیگه دوربینم باشم دوربینم داشتم متاسفانه اکثرش خاک شد دوربینی که دیگه رفت اینجا دیگه. الان آریانیک رو دیدیم میخوایم بریم یه گپ بزنیم باش با مصطفی توی همون والی که با باغکست بودیم. چه خبر؟ الان خدمتتون میرسم. نه اینا دارم شوخی میکنم، ولی دوست دارم با آشنا باشم. دروغ نگم خاصی نیستم جدی گندم کردم. ما بچه کارگره همین عوامل طی میکشیم. لا حول ولا ما که الان شدیم بریم دیگه. روز خوبی بود. داره میگیره؟ آره. سلام بچه‌ها. مصطفی خسته مصطفی. ما اومدیم یه سفرنامه بگیریم برگردیم. بعد افتادیم دنبال مجوز. اتفاقا دنبال اون چیزی که بودیم اصلا نبود. کتاب. ولی دنبال اون چیزی که فکر می‌کردیم نیست. خیلی و یه رسیده. خورده سختم بود مثلا وقتی کتاب نباشه. نویسنده ها نیستن، شاعرها نیستن، آدمایی که رفت آمد دارن نیستن، ولی یه آدم خاص دیگه بودن. مثل نمیگم. آره. بریم باشیم الان گپ بزنیم. خسته‌ایم، حال داریم که یه خورده تنها باشیم. امشب دعوت شدیم که بمانیم تا 2-3 روز دیگه، ولی برمیگردیم. حتی گفتن که مایاتون همراهتون بیارید بریم استان. گفتم مایا هست ولی همراه نیست. ما اومدیم اینجا یه نمایشگاه کتابی دوری بزنیم، بریم کتابا رو ببینیم، بریم فلان رو بکنیم، کتابا رو بکنیم. اما این نکته‌ای که هست با فضای نمایشگاه کتابی که پارسال یا سالهای قبلی بود کاملا فرق می‌کرد. خیلی فرق می‌کرد. و اینکه اومدیم اینجا خیلی یک چیزی هم هست، ده بین آدما الان اینه که یعنی کسایی که نمایشگاه رو برگزار کردن. خب اینجا یعنی چی مخاطب رو دغدغه، هدف، نیت اون کسایی که اینجا الان دارن این مدل کار انجام میدن، چون امسال نمایشگاه کتاب واقعا نیست. خب مثلا نمایشگاه کتاب نیست. رسیدیم به یک کافه، ترکیب کافه، کتاب و یه طرح دیگه مال بچه‌ها نوجوانا. اصلا امروزمون گره خورده به این قش. من بین این سه تا پیشنهاد می‌کنم که انتخاب کنید. بفرمایید انتخابتون رو بگید. یه تیکه کتاب بخون. یه تیکه کتابش چیه؟ خب یه تیکه کتاب شما زحمت بکشید. یک صلوات برای رهبر اللهم صل علی صالح. فالتو به کسی نشون ندید. واقعا من خودم فال بگیرم. تون یکی در هم نشون بقیه هم بگیرم. نه من نیدیم من همه اینا خوندم. ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون. حالا من ترجمه خودش رو میخونم. اگر شما از ناحیه آسیب دشمن رنجی را تحمل میکنید، دشمن هم از ناحیه مقاومت، صبر و رشادت شما رنج‌های را تحمل می‌کند. اما با این فرق و ترجون من الله ما لا یرجون. چشمانداز برای شما چشماندازی روشن است، اما برای دشمن نه. از کتاب خیلی جالب. از کتاب مرگ تاجرانه. قطعه کتابش هم نوشتید. بله اینا تکه کتاب‌هایی است که یا از قول رهبره مثل مرگ تاج یا درباره رهبره، مثلا کتاب خونه دلی که لرش. من یه توضیح بدم رفقا. تو این دوره جدید فصل سوم خاطرتون هست منوی جهان نما چطوری بود؟ یک طرفش نوشیدنی ها بود، طرف دیگه چی بود؟ قطعه‌ای از کتاب. الان دوباره برخوردیم به همچین سبکی. خیلی خوب بود. حالا اینم توضیح دادم. ما همچین چیزی داشتیم. منومون یک سمتش نوشیدنی ها بود، میچرخوندیش یک قطعه از یک کتاب بود، نویسنده و اسم کتاب بود.
دارابی رو گیر آوردیم. مصطفی داریم میریم یه گپ بزنیم با دارابی هم. یکی اومده با من گفت من مشهور شم مثلا مثلا الان هدف مشهور شدنه. نه آره مشهور شدن مثلا شما اینقدر مشهوری خیلی جالبه مثلا میای همه سلام میکنن فلان میکنن و اینا مثلا مشهور شدن چه دیگه مثلا ولی میخواد درباره جهاد تبدیل کار کنه این هدف رو جابجا نکن. یعنی باید همه چی در کنار هم دیگه. شما میخواید جهاد تبیین باشه مثلا میخواید اثرگذار باشید تو زمینه‌های مختلف دغدغه داری که یه کاری بکنی. خب حالا میخوای از کجا شروع کنی؟ اصلا مشخصه که ترسیدم اجاره کنم مثل کارت ملی هست که اونجا خود باشه یه چیزی بگی سلام. مصطفی حافظه نداری سایدم مثل اون دفعه دوباره چیز نکنی به خدا این همه فیلم گرفتیم با شما نه دوباره هست سید عشق من سید همه زحمت‌های میگه اونایی که پشت دور بینن همیشه چیزترن اونایی که پشت دور بینن همیشه مظلوم‌تر و اجرشون بیشتره. آها فکر کنم میخوای دست در نکنه. بچه این دارابیه اینم کسی بس فکر نکنم برسیم با کسی صحبت کنیم. بچه ما به یه نکته برخوردیم اینکه تموم شد به قولی حافظمون و اینکه بریم پایانی نداریم 3 دقیقه وقت داریم. ما میرویم ساعت 10 شاید قسمت دومی داشته باشیم که بریم چند جای دیگه ولی فرصت نکردیم مخصوصا که حافظمون پر شده وگرنه تا 2-3 شب بیرون می بودیم. حتی بارون هم داره میاد خیلی داره بارون میاد خیلی نه ولی باد و بارون با هم. سه تو حرفی نداری به بیننده ها بزنیم واقعا تجربت از این سفر سری به حافظه نداریم اونی که باید نبود خیلی داره حرف زیادی میزنه بگو از من بگید واسه چی کار کنی اونی که سید من خیلی دوست دارم امروز خیلی زحمت کشید دمش گرمه خواهش میکنم قلب من قلب کردم حرف میزنم همین دیگه تمام شد. خداحافظی میکنم خداحافظی قسمت یک سفرمون به تهران تموم شد. اگه سفر دوم با کلی دیتای خوب اگه سفر دومی باشه حتما میریم میدون انقلاب میدون ترجیح باغ فردوس حتما یه سر میزنیم میبینیمتون.